سال گذشته ترکیه رفته بودیم یک جای آمده بودیم فدای هنرند در قلعه نام خود بقای هنرند در پاهی گئی مرتبه دولتمند یک جمله فلک سرا گدای هنرند یک جمله فلک سرا گدای هنرند خوش آمدین میمون عزیز صدقه قدماتون خوش آمدین خوش آمدین بیا استاد جان جاش جنت شود دولت خال ما از سالهای 1967 ما شناسایی داشتیم در توگرک کلخوزی تامین از همونجا سر کرده بود حافظی را ما موسا شاهد زنده بودیم که از همونجا اولین بار با دمرا و با چی میگن اکردیون خدی سر کرده بود ولی بچه ها یاش بودیم همون هزار بار شروع که با مرور زمان در شهر دوشنبه وقتی کار آمدیم با دوستی و رفاقتی ما زیادتر شد بسیار معرکه های فرزندان من خشت بارای ما را خود اشتراک کرده البته امروز سخن گفتن مشکل است لیکن علامت خالی یک نمبر در عمومی در معرکه جنازه شده اشتراک میکنند ولی نام و دیده استاد علامت خلوف در تمام دل مردم میماند چون که علامت خلوف هم در دل دیده مردم بود و مردم یک جای بود را شاد باش خانه آخرتش آباد بود چی گویم که از غم دنیا دلم پردرد میگردد تنوری گرم از دردی دلم پرسرد میگردد افسوس و صد افسوس که ما هنرمندی رو بای دادیم که از دست دادیم که در حقیقت محبوبیت ملت تاجیک و بیرون از آن نسبت به دولتمند خیلی بلند بود دولتمند سر تا پا هنر بود سر تا پا هنر بود نه اینکه آوازخوان بلکه مطرب بلکه آهنگساز آدمی نوتکراری عصری 20 و 21 بود می‌سزد که جوانای امروزه از این هنرمند پند گیرند چون که هنری بالایش مردم دنیا را تسخیر کرده است الله خصوص فارسی زبانهای دنیا را و گفتنی هستم که نامی نکو نتیجه عمری ابد بود هرگز نمیرد آنچه نموده است نامی او نامی دولتمند هنری دولتمند در قلبی مردم جای گرفته است و تا ابد خواهد ماند راستی که من نمیدونم من چی بگم که 40 سال 43 سال شد ما اکاوی برادر بودیم اولین شب ایجادی با استاد لایق زنده یاد در کولاب بود و در شب ایجادی استاد لایق و استاد دولتمند من بار اول در شهر کولاب برآمد کردم و استاد دولتمند همونجا
در خانه خودشان گفتن که تو یک صنعتکار بزرگ میشوی دادرم پیوسته مشق کن و همه مردم تاجیکستان امروز به همین خلاصه آمدن که به مانند دولتمند واقعا ما صنعتکار نداشتیم. این صنعتکار ناتکرار آبروی تاجیکا در تمام جهان برداشتن، نام تاجیکستان در تمام دنیا زنده کردن و هنرمند خلقی دو دولت تاجیکستان و ازبکستان عنوان گرفتن و بارها همسفر بودیم در ایران، همسفر بودیم در هندوستان، همسفر بودیم در مسکو، در دیگه دولت ها بودیم و در سفر هم جوان مرد، در آداب هم آدابی بلند، در انسانی هم انسانی صمیمی بودن. این خیلی نوازنده و این خیلی حافظ و خیلی آهنگسازه. دیگر ممکن 100 سال بعد دیگر نبیاید، چون که این مردک واقعا این مردی بزرگ بودن. پدری بالا بلندم بود، به سفیداری قدش مردم، مرده بودم روزی مرگش برنه رفته روی جسدش مردم. باز قشلاق اگر میرفتم، باز داغستان اگر میرفتم، رفته روی لحدش مردم. جوتا جنر کنار آمده جلو بهانه نیست مرای، آمده جلوی سر به بالین ماندم، صدوای دریغ راهی دیگر نیست مرا، صدوای دریغ راهی دیگر نیست مرا. ای مادری رحم در چشمی تو نیست، با خلق وفا نمودن این رسمی تو نیست. مردانی هنر را با دلی پر ارمانه، ای در عین جوانی میبری شرمی تو نیست. در گلستان نه بهار و نه خزان میمانی، ثمر باغ تنکیست همان میماند. هر کی باشد بودش را با دروازه مرگ، آی نه بد و نیک، نه پیر و نه جوان میماند. در خمی شاکیر سگره غمگینم بلم آی بلم، شبهای دراز پای در زنجیرم بلم، آخه مکشم که بیشکند زنجیرم بلم، تا صبح دیگر آخر در ترای بینم شینم به بلندی ها ترایات کنم، تاغمای آیم با گذارگاهی تو فریاد کنم، تاغم فریاد کنم، کس جوابم ندهد. تاغم استادی عزیز من از کجا یابم تو را، تو شدی دور از نظر
من از کجا یابم تو را همچو من همچون نهال میپرستی تو مرا تو بودی صاحب هنر من از کجا یابم تو را در خیالم یا به خوابم هیچ نمیدانم چی شد تو بودی تاجم به سر من از کجا یابم تو را من نداشتم باوره که هیچ نبینم روی تو چون گدایم در بدر من از کجا یابم تو را ای استادی عزیز من از کجا یابم تو را دنیا به مثال لکوزه زرین گه ها به درون تلخی مدام شبوه مدام شبو زینت بنده شنم دو تا چی ها میگوید از قوم و مکانی کبریا میگوید این چوبکی خشت با قدرت الهی گریان گریان نامی خدا میگوید گریان گریان نامی خدا میگوید این دیده ها گریان شده از دست چی از دست مرگ این سینه ها بریان شده از دست چی از دست مرگ در جام غم نوشیدیم دریا صفت جوشیدیم جان را بر تن پوشیدیم از دست چی از دست مرگ یه مرا ستم کردی خدا از دادرم کردی جدا مرا ستم کردی خدا از دادرم کردی جدا هستم غریب و بینوا از دست چی از دست من یا روز فتاد بر سری بالین سری ما چون تیغی اجل زد بدگیردا بر سری ما آیند دو ملک زود بگویند به جان چون لرزه از او فتاد اندر بدن ما چون خشت تبار جمع شوند بر سری بالین صد وای در آن دم بگوید پدر ما چون لاله خونین بچکد چشمی برا داره
فریاد زند مادر شیرین سخنی ما میرزا تو بیرو توبه به درگاه خدا کنه این راه خطا هست همین راه گذری ما این راه خطا هست همین راه گذری ما آی دو دب بیای چوبی تر مبرایده دو دیدی منه از او بتر مبرایده دو دیدی منه از او بتر مبرایده خسال شدم به شیفونا رفتم مراجعت کردم که تلخش کسل برآمد تلخه را گرفتم خیلی خوبم لحظه صحبت بکرد و برای پیشگیری و تشخیص هندوستان رفتم و اونجا آمدم باقوت من چون حس میکردم که روز خراب میشه من چی با خراب میشم نفهمیدم یکان جو من درد نمیکنم یکان خود چی حس نمیکنم یکم خراب شده سر و من میگفتم یکان فکر میکنی یکان فکر میکنی فکر خراب میکنی و من فکر نکنی خیلی هم خیلی گپا را اگر میزد بعد بود دیگر بار رفت با هندوستان تشخیص کرد گفت که اگه جگری ما کسل بوده گفت ما یک دو ماه پس گرمانیا برام همونجا جگر ما یک بگیرم توابت کرد خیلی بود یکی چی فکر کرد که مسکو رفت یک 4 روز دیدنش که خیلی گفتن که جگر خیلی کسلش وزین تره خیلی اومد خیلی جا بعد به شفاخونه شنبه آوردمش خراب بولو ما روزی اول خطیش بدم تو اخیره بگم دولت من یکان جور درد میکنه گم نه نولش هم نمیکنه حس نمیکنه امروز فرهنگ ملت تاجیک یک تلفات بزرگ را گرفت این هم باشد فوت یکی از ابرمردان صنعتی اصیل ملت فلکسرای مشهور استادی فلکسرایان مشهور دولتمند اشغال است و واقعا هم باید بگوییم که هر عصر و خود هر یک چهره اصیل را دارد و امروز دولتمند خالف یکی از چهره های اصیل صنعت تاجیک بودند چهره عصری این ملت بودند که برای ملت تاجیک برای معرفی صنعت اصیل و مخصوصا صنعت فلکسرایی خدمت شاهانه کردند و امروز ملت برای مرگ او میگیرد روح شاد منزل آخرت شاد. خب بینید امو یک سخنی فروغ هست میگه فقط صداست که میماند یعنی استاد دولتمند همچون یک شخص امروز رفتن و این توده و سیل مردم که برای گسیلی و کس آمدن داره این نشانه محبوبیتی بزرگی او کسی مردم کسی دعوت نکرده است به طور خودجوش برای ویدا با هنرمندی ملیشان می آیم ولی انا او مکتب او آواز او فریادی که از دل ملت کشیدن برای 100 ساله ها باقی میماند و این مکتب حتما ادامه میبود همین حاضرم در همین زندگیشون هم علاقه یک نسلی قوی فلکسرا در پایه در پیروی از مکتبشون شکل گرفته بود و این باید دوام یابد و یکی از حافظانی که در ترغیب شعر بلند در ترغیب ارزش‌های ملی ما در ترغیب ملت دوستی و وطن پرستی سهم بسیار ارزنده گذاشتند استاد دولتمند خال است. یکی از خصلت‌های ایجادی استاد همین بود که همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب میکرد. بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا،
حافظ، سعدی از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارند و اگر در مجموع بگیریم خدمت بیش از 50 ساله استاد دولتمند خال در صنعت آوازخوانی عموما در فرهنگ ما یک بنای محتشم را میماند که بیگزند است. این بنا برای امروز و برای فردای خلق ما باز هم خدمت ها خواهد کرد. برای تمام ملت تاجیک تسلیت عرض میکنم، برای تمام ملت فارسی زبانان دنیا تسلیت عرض میکنم. این یک تلفات بزرگ برای فرهنگ خاورمیانه، برای فرهنگ تمدن بشری به حساب می رود، چون که تاریخ فرهنگ نظیر چنین یک نماینده فرهنگ را ندارد. یاد و روان استاد دولتمند خال شاد باد، روحشان شاد باد و چنین شخصیت ها نمیرندند. سرودشان، بیانشان، موسیقیشان و ندایی که از تاریخ ما سرچشمه میگیرد تا دنیا هست باقی میماند. و بازم دیگر باره روحی استادی بزرگ، هنرپیشه مردمی کشور عزیز و محبوب، این مرز پرگوهر تاجیکستان پاکنواد، استاد دولتمند خال شاد بود. امروز مردمی جمهوری عزیزمان همه اندوهگین هستند که استاد عزیز ما سفر آخرت کردند. همه به نیکی استاد یاد میکنیم. استاد شاستون صنعت تاجیک بودند، میمونند. خداوند روحشان شاد باشد، خانه آخرتشان بهشت باشد. سراسر جهان بود استاد یک صاحب وطنی اصیل و اصیل زاده بود. وقتی دولتمند می‌سراید دل و دیده شنونده به وجه می آمد. در یک وطن گفتن دولتمند میلیون ها وطن احیا می‌گردید، میلیون ها وطن سروده می‌شد. دولتمند خلف نه اینکه فلک را، بلکه در خدمتش در چکن، در رقص ملی، در تربیه کادرها خیلی 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 بزرگ ارزشمند است. امروز مردم شریف تاجیکستان، جمهوری عزیزمون تلفات خیلی گرانی از دید صنعت و فرهنگ دارد و مثل دولتمند باز در عصرها شاید یک دولتمند دیگر بود. سلام علیکم. صلی الله علیه و علی آله و اصحابه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران علیه السلام، ولی از وقت هر مسلمی رو روزی برای دنیا میبرد و روزی از این دنیا میبرد. و هیچ مسلمی در آمدنش به این دنیا انتخاب اختیار در خبر ندارد میبرد. و مردمی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان دولتمند خال در سن 74 سالگی من بارها با مرحوم خیلی صحبت داشتم. خیلی انسان حلیم و انسان خوبسار متواضع بودم و انسانی نتوکار بودم. حالا دیگر همه میرود از این دنیا. مهم اساس این است که انسان از خود نیکی ها و آثار نیک و نام نیک و فرزندان نیک بگذارد. این است مهم اساس. خود نکوکار باشد و باز چند فرزندی نکوکار و نیک و صالح بگذارد تا اینکه نام نیکش و فرزندان نیکش برایش چی باشند همچون صدقه جاریه. چرا که فرزندان هر عملی که هر نیکی انجام میدهند، نیکی های فرزند چی پدر چی مادر شریک هستند. و حتی در روایت آمدگی است که انسان هیچ مسلمانی
با عملهای خود در جنت مقامهای صالح شود مگر با عملهای فرزندانش با نیکیهای فرزندانش انسان خیلی مقام‌ها و درجه‌های بلند در جنت صاحب می‌شود. برای همین ما همیشه در نماز میگوییم که خلاصه نماز اخیر نماز میگوییم که اللهم اغفر لی و لوالدی، پروردگار ما را رحمت و پدر و مادر ما را رحمت و مغفرت کن، چی حیات باشد چی گذشته باشد. مرحوم دولتمند خلف را سالهای طولانی همیشه با مردم و صحبت ها و آوازخوانی ها و خیلی طرفداران زیادی و اینکه محبوبان زیادی داشتن، هواداران خیلی زیادی داشتن. لیکن میرود هر انسان میرود باید رفتن رو باید فکر کرد. اون قبر تنگ و تاریک رو با عملهای صالح با عبادت نیکی‌ها باید نورانی کرد و فکر اون رو باید کرد، چرا که بی فکر اون نمیشود. یعنی انسان بسیار عذاب و اذیت میکشد. برادران اسلام الله، مرحوم صاحب 9 فرزند، 6 پسر و 3 دختر و این فرزندان را تربیت و آداب و اخلاق و رفتار و کردار نیک به این همه تعلیم دادم. من از نام خودم و همه مهمانان عزیز گرامی در اینجا حضور دارم و اهل خانواده و پیوندان خصوصا فرزندان ارجمندش میگویم خداوند عزوجل در عوض این مصیبت برایشان صبر جمیل اجر عظیم و در عوض این مصیبت رحمت و مغفرت و خیر و برکت زیادش نصیب روزیشان بگرداند. و از نام فرزندان مرحوم مهمانان عزیز و گرامی که از دور و نزدیک اینجا آمدگی هستند حضور دارم قدم رنجه کردم، ببینم که از تقریبا همه ولایت‌های جمهوری اینجا هستند. مهمانان عزیز و گرامی از نام فرزندان ارجمندش همه مهمانان عزیز و گرامی رو خیر مقدم و خوش آمدید میگم، خصوصا برادر فرزند ارجمندش یا فرزندان ارجمندش، یعنی برادر خورشید سنگ محمد، روزی محمد، لایق شاه و برادر محمد و فرزندش میرزا احمد، همه این فرزندان عزیز و ارجمندش مهمانان عزیز گرامی رو خیر مقدم و خوش آمدید میگویم و قدم های هر یک شما پروردگار حسنات و برکات عطا کند و مرحوم رو جایش رو جنت و همیشه روحش رو شاد بگرداند. و بالای هر انسانی 2 حق است، حق الله و حق العبد. حق نماز روزه و سایر اگر در عبادت ها کوتاهی کرده باشند خداوند غفور و رحیم است بیامرزد، اما حق العبد هر انسانی معامله و دادگرفت معامله های دارد. اگر از این مناسبت های و معامله ها چیزی ناتمام مانده باشد، من اینجا فرزندان ارجمندش هستم با شاهد بیایید حتمی جواب میگویم و دعا کنیم پروردگار سفر اخرتشان رو نه، قبرشان رو با نور رحمتت منور، روحشان رو شاد، از فرزندان و پیوندان و نزدیکان و اهل خانواده‌شان خوشنود خوشحال و همیشه روزیشان بگردان و اهل خانواده و پیوندان رو صبر جمیل اجر عظیم و فرزندان و بازماندگانش رو برایش همچون سرچشمه خیر و برکت صدقه جاریه و سرچشمه خیر و برکت و صدقه جاریه برایش قرار بده. پروردگار همه این دست برداشتگان زیر این برف ایستاده‌اند، دست امید و سوی خدمت برداشته‌اند. این مقام عبرت و پند و درس و سبق است. همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان، همگان را عمری دراز به دردی و برکت، کامیابی‌های دائمی، سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگار کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده در پناه اسمت خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه ها را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیت‌های نیکشان کامیاب، موفق، سعادتمند
در پناه اسمت خودت نگه بدار و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. بنیاد بشید. قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو همسایه دیوار با دیوار در بادیه سرگشت شما در چی هوا